سلام، من محمد رضا هستم و توی این چنل در رابطه با پیشرفت صحبت میکنم و اون تجربیات و مهارتایی که کسب میکنم در این مسیر رو با شما به اشتراک میذارم. در ادامه ویدیو همونجور که خودتون توی تایتل و تامنل دیدین، این ویدیو در رابطه با تایپ دنگشتی هستش و اینکه چجوری یاد بگیریم. و قبل اینکه بریم سراغ تایپ دنگشتی میخوام به چند نکته اشاره کنم. یکی اینکه اصلا تایپ دنگشتی چیه؟ تایپ دنگشتی یه نوع تایپی هستش که شما با 10 انگشت، خب از اسمش معلومه، شما با 10 انگشت تایپ انجام میدید. ولی نکته اصلیش اینجاست که بدون نگاه کردن به کیبورد، یعنی من میتونم به دوربین نگاه کنم و در عین حال تایپ دنگشتی انجام بدم، کلیدهای مورد نظر خودم رو پیدا کنم با دستم و بعد شروع کنم به تایپ دنگشتی. اصلا تایپ دنگشتی چرا؟ ویژگی که تایپ دنگشتی داره اینه که من میتونم با نگاه کردن به یه متن تایپ دنگشتی انجام بدم و تایپ کنم بدون اینکه نیاز داشته باشم که دو انگشتی و به کلیدها نگاه کنم و تشخیص بدم تا بتونم تایپ کنم. شما این مقاله‌ای نوشتین، یه پژوهشی انجام دادین، پایان‌نامه نوشتین و به صورت دستی نوشتین. حالا قراره که اون رو به صورت تایپی و توی ورد یا یک پلتفرم دیگه اون رو انجامش بدین، تایپش کنین. خب نیاز دارین که به اون متن نگاه کنین و بعد تایپش کنین. این کار با تایپ دو انگشتی خیلی دشواره. شما با یه خط رو یه بند رو بخونید، تایپ دو انگشتی انجام بدین، کلا تایپ عادی انجام بدین، بعد دوباره برگردین و دوباره همون روال رو ادامه بدین. خب این خیلی فرصتتون کم میکنه، دقتتون رو میاره پایین، ممکنه یک کلمه جا بندازین یا کارهای دیگه یا اشتباه دیگه انجام بدید. اما تایپ دنگشتی این اجازه رو بهتون میده که شما کاملا روی متنتون مسلط باشین و گاهی هم به مانیتورتون نگاه کنین و تشخیص بدین که آره مثلا درست نوشتم، هیچ ایرادی نداره. چنانچه ایرادی هم داشته باشه میتونین راحت اون رو انتخاب کنین و تغییرش بدین. در ادامه این که چرا باید اصلا تایپ دنگشتی یاد بگیریم، باید بهتون بگم که وقتی که شما تایپ دنگشتی رو یاد گرفتین و با گذراندن یه سری آزمون میتونین مدرک تایپ دنگشتیتون رو کسب کنین از مؤسسه‌های غیر رسمی یا حتی مؤسسه‌های فنی حرفه‌ای دولتی. و داشتن این مدرک توی رزومه کاری شما خیلی براتون تاثیرگذاره. و همچنین شما وقتی که این رو به عنوان یک مهارت کسب کردین، حالا میتونید از این مهارت استفاده کنین و کسب درآمد کنین. و همچنین برای خودتون به عنوان دانشجو یا یک کارمند میتونین از این تایپ دنگشتی خیلی استفاده کنین. مثلا من خودم به عنوان دانشجو برای ساختن پاورپوینت، برای ارائه خیلی ازش کمک میگیرم از تایپ دنگشتی. و همچنین برای نوشتن مقاله، پژوهش، پایان‌نامه دوره ارشد و دکترا میتونید از تایپ دنگشتی کمک بگیریم. حالا اصلا برای اینکه این تایپ دنگشتی یاد بگیریم باید چیکار کنیم؟ خودمون باید تایپ کنیم یا چیز دیگه؟ نه. سایت ها و اپلیکیشن هایی هست که خیلی میتونه به شما کمک کنه که تایپ دنگشتی رو بهتر یاد بگیریم. من امروز یکی از اون سایت ها که از نظر من بهترینشونه رو بهتون معرفی میکنم تا اینکه بتونید از اون استفاده کنین و تایپ دنگشتی رو یاد بگیریم. بریم که بهتون بگم. خب وارد کروم میشیم، سرچ میکنیم typo.top، اینتر رو میزنیم. خب وارد سایت تایپو میشیم. جای توضیح در رابطه با این نوار بالا بدم. اینجا ثبت نامه. خب میتونید ثبت نام کنین. یه سری درس‌های بیشتر براتون باز میشه. الان تا درس 18 بازه، ولی وقتی که بازش کنین تا درس فکر کنم 29 باز میشه براتون. و اینجا وروده، بعد از اینکه ثبت نام کردین هر وقت خواستین ورود میکنین. اینجا بخش درساشه، درس‌هایی که شما میتونید یاد بگیرین که در مورد تک تک اینها باهاتون صحبت میکنم. آموزش ورد که والا در راستای همین تایپ دنگشتیه و تست تایپ که اونجا میتونین برین تست بدین که سرعت تایپتون چقدر. و رقابت زنده با کسایی که به صورت آنلاین میخوان رقابت کنن، میتونین با اون رقابت کنین و خودتون رو بسنجین نسبت به بقیه کاربرای تایپ. و اینجا یه سری امکانات دیگه هستش که تبدیل عکس به متن، تایپ صوتی، سفارش تایپ. خب وارد درس اول میشیم. در ابتدا که نحوه نشستنه که بایستی یه جورایی در واقع به صورت حسابی 90 درجه بشین و اینا. و اینکه من خودم با این کیبورد تایپ میکنم، یکم قدیمی هست ولی خیلی به درد بخوره. میگه که مانیتور خود را چک کنید، اطمینان حاصل کنید که صفحه نمایش کامپیوتر درست در مقابل چشم شماست. برجستگی ها: روی کلید F و G دو تا برجستگی میبینید که به ترتیب کلیدهای B و T هستن. شما کافیه انگشتاتون رو بذارید روی این دو تا کیبورد و اون برجستگی ها رو لمس کنید و لذت ببرید از اون برجستگی ها. در صورت میگه انگشتاتون رو بزنید روش. میگه چشای خود را ببندید و سعی کنید دو برجستگی رو با انگشت اشاره پیدا کنید. حالا اصلا چشا رو دارین ببندین، راست میگه. اصلا چشا رو دارین ببندین، انگشتاتون رو بذارید رو کیبورد، دستتون رو بذارید رو کیبورد. حالا دستتون رو بگذرونین، انتگومش بدین تا اینکه پیداش کنین. آره پیدا شد. ت و ب. بریم سراغ درس بعد. میگه دست ها رو قرار دهید. آره دست ها رو به ترتیب، یعنی که ب و ت رو وقتی پیدا کردیم انگشتاتون رو به ترتیب بغلش قرار بدین، همونطور که توی تصویر میبینید. به انگشتانتون اعتماد کنید. از این به بعد دیگه به کیبورد نگاه نکنید. خب بریم سراغ شروع درس. خب حالا اینجا انگشتاتون رو بذارید روی کیبورد به همون ترتیب، یعنی ترتیب رو رعایت کنید. دو تا انگشت اینجوری نزنید تو به ترتیب رعایت کنید. قشنگ 4 تا انگشتتون رو بذارید روی کیبورد، اون برجستگی‌ها رو قشنگ لمس کنید و احساسشون کنید. بعد شروع کنید به تایپ 10 انگشتی.
سرعت 39 دقت 100 5 ستاره رو گرفتیم. بریم برای درس بعدی. خب بریم سراغ درس بعدی، اصول تایپ ده انگشتی. خب یه ویدیو گذاشته که اصول تایپ ده انگشتی رو گفته، خودتون میتونید ببینین. آره دیگه این تمرین دیگه زیاد چیز خاصی نداره، من زیاد دیگه روش نمیمونم. به نظر من توی این سایت به هیچ وجه، چون مثلا با چارت ستاره شما میتونید از این مرحله بگذرید، اما مطمئن بشین که دستتون به این که توبه و تشخیص بده، ذهنتون که اون رو تجسم کنه توش، مطمئن بشین که کاملا یادش گرفتیم و بعد بگذاریم. در ادامه خب توبه و درس اصول تایپ، خب اینجا تایپ توبه هستش و درس نون و یه، همین کار با نون و یه انجام میدین و بقیه درسای تایپ ده انگشتی. در ادامهش وقتی که خب ثبت نام کنین چند تا درس دیگه براتون باز میشه، ولی بقیه درس‌ها به صورت کامل قفل. اگر هم تمایل دارین که در رابطه با تایپ ده انگشتی بقیه کلمات، نقطه و بقیه قابلیت‌هایی که روی کیبورد، کلیدهایی که روی کیبورد هست، ویدیوی دیگه‌ای بسازم و اونها رو هم توضیح بدم، حتما توی کامنت ها برام بنویسین که من ببینم که چقدر در واقع جذاب هستش این براتون، که من به نسبت اون چیزی که شما بهش نیاز دارین و علاقه دارین بهش، اون ویدیو رو براتون تهیه کنم. حالا بریم سراغ درس بعدی که درس تایپ انگلیسی هستش. یه نکته یادم رفت که در رابطه با تایپ زبان فارسی بهتون بگم، اینکه حالا چطوری این تایپ رو تمرین کنیم. دو تا راه وجود داره. یکی اینکه میتونید از تست تایپ استفاده کنید که توی خود این سایت وجود داره، یا اینکه نه، اگر کار دیگه‌ای می‌خواید انجام بدید، روش دیگه‌ای می‌خواید امتحان کنید، میتونید این کارو بکنید. یک کتاب کنارتون بذارین که این خیلی روش بهتریه، 100% این روش بهتریه، چون شما می‌خواید که از تایپ ده انگشتی استفاده کنید، نه اینکه صرف اینکه سرعت و دقتتون رو ببرید بالا. پس میتونید یک کتاب یا یک متنی که حالا می‌خواید به دلخواه رو جلوتون بذارین و با دیدن و نگاه کردن به اون متن تایپ ده انگشتی رو انجام بدین. خب میریم سراغ تایپ ده انگشتی زبان انگلیسی. اینجا هم تایپ ده انگشتی زبان انگلیسی رو آموزش میده، مثل همون پیش میره، از J و F شروع میکنه که همون B و T خودمونن، T و B خودمون البته، و همینطوری ادامه میده، دقیقا مثل همون درساش مثل همون پیش میره. اینجا هم اگر عضو بشین تا تعداد درس بیشتری رو براتون باز میکنه. خب من این توضیحات زیادی رو در رابطه با اون نمیدم، چون که دقیقا مثل قبلی خودتون میتونید برین کامل اونجا ببینید. باز هم اگر تمایل دارین که در رابطه با این هم آموزش تایپ انگلیسی و کلیدهای دیگه‌اش توضیح بدم، اون هم حتما تو کامنت ها برام بنویسید. حالا این رو چطوری تمرین کنیم؟ همون دو روش وجود داره. یکی اینکه میتونید تست تایپ انجام بدین و یا اینکه میتونین برین یک کتاب انگلیسی بگیرین، حالا از کتابخونه، یا اگه خودتون دارین چه بهتر، میتونین اون رو روبروتون بذارین و تایپ ده انگشتی انگلیسی انجام بدین. شاید این تایپ ده انگشتی باعث شد که انگلیسیتون هم بهتر بشه. خب همونجوری که میبینین اینجا تایپ ده انگشتی، نه اشتباه گفتم، 5 انگشتی. تایپ 5 انگشتی عدد رو داریم. بریم که ببینیم صفحه کلید اعداد. خب این بخش سمت راست صفحه کلید اعداد رو میبینید که اعداد 1 تا 9 توش نوشته شده و صفر هم این پایینه و کلید سمت راست پایین ترینش هم میبینید که اینتر هست. بریم بعدی. دقیقا همین صفحه کلید رو اینجا نمایش داده. دیگه قبل از اینکه کار رو شروع کنین کلید نام لوک رو روشن کنین. حالا مثل همون تایپ ده انگشتی که ما با انگشتای اشارهمون ب و ت رو لمس میکردیم و احساسش میکردیم و طبق اون دستامون رو میچیدیم، توی تایپ ده انگشتی هر وقت که شما گم کردین کلمات رو، نیاز نیست حتما نگاه کنین و انگشتاتون رو درست بذارین. میتونین با پیدا کردن دوباره همون نشانه ها انگشتاتون رو به ترتیب بچین. کاری که میکنیم اینه که این بار این نشانه رو، این برجستگی رو پیدا میکنیم و انگشت وسطمون رو میذاریم روی اون نشانه، رو اون برجستگی، و بقیه دستا رو ستا رو به ترتیب کنارش میشیم. بذار من قشنگ بیارم بالا ببینید. قشنگ دیگه حضوری کامل. این اون کیبورد است، این اون صفحه هستش، اینم برجستگی روشه. این انگشتتون رو میذارین روش، خب بقیه انگشتاتون رو میچینین کنارش. دیگه آموزش بهتر از این. بقیه انگشتاتون رو میچینین کنارش و با این انگشت شستتون عدد 0 رو میزنین که حالا میتونین کنار بذارین و هر وقت صفر نیاز شد 0 رو بزنین و با انگشت کوچیکتون کلید اینتر رو میزنین به این صورت. خب بریم سراغ بقیه درساش ببینیم چی میگه. جابجایی. میگه پس از جابجایی انگشت از پایگاه برای زدن سایر دکمه ها آن را به محل خود برگردید. خب چی میگه؟ میگه که ببینید این خطی که اینجا هست رو بهش میگه پایگاه. بعد از اینکه 7 رو زدین قرار نیست انگشتتون همونجا باشه، بایستی برگرده سر جاش. اما توی سرعت بالا وقتی که من 7 رو زدم، بعدش 8 رو دارم میزنم، بعدش دارم 9 میزنم، بعدش دارم 7 رو میزنم،
خب سرعت هم وقتی بالا باشه دیگه این مهم نیست که مثلا هفته دوباره برگرده بعد این انگشته بره، نه، در حینی که این داره برمیگرده این انگشته میتونه بره و به همین صورت شما تایپ رو انجام. خب بریم سراغ درس بعدی. آماده اید؟ بله بریم شروع درس. خب حالا توی این درس کاری که میکنیم مشق عدد دیگه، باید عدد رو مشق کنیم و اینجوری بزنیم، ولی برای فاصله دادن نیاز نیست کلید فاصله رو بزنید. در تایپ ورد شما باید برای فاصله دادن کلید فاصله رو بزنید. خب ولی در تایپ 5 انگشتی صفحه کلید اعداد باید کلید اینتر رو بزنید. سرعت هم 21 نامردیه، دقیقت هم 97. اینجا میریم سراغ تایپ 9 عدد 9. ببینید شما بایستی انگشت بر اینجا برگردونید، انگشت بر اینجا برگردونید 8 9 9 8 7 9 7 7 8 8 9 9 7 8 9. خب در کل باید انگشتاتون همیشه اینجا باشه. من چون دقیقت تمرکز نداشتم رو عددم. خب این مشق دوباره دیگه همینجوری ادامه پیدا میکنه. عدد 1 و 2 و 3 و دیگه آموزش اینجا نذاشته، آموزش هم زیاده. دقیقا همینجوریه دیگه. شما کافیه که انگشتاتون دوباره توی پایگاه بذارین و برگردین عقب و تایپ عدد این سه تا عدد پایین انجام بدین. عدد 0 هم بهتون گفتم که با این انگشت زیر این دو تا سه تا انگشت، این اینتر اینجاست، این انگشت میره زیر و اینجوری با بغل انگشت شما میتونید این رو لمس کنید یا حالا با پهنای انگشت. در پایان خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو دیدین و با من همراه بودین. خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو به اشتراک بذارین با بقیه دوستاتون یا حداقل به یک نفر شیر کنین، ارسال کنین، کانال من سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و یک کامنت هم بذارین.